المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همدیاران عزیز، اولا از پروردگار مهربان طلب داریم که خداوند ایام تشریق را برای ما و شما مبارک بگرداند و تکبیر و تشریق را در زبان ما و شما همیشه جاری بگرداند. درباره تکبیر و تشریق باید پیش از سوالا را جواب دادن گفتنی هستم که تکبیر و تشریق دو طرز می شود. یکی تکبیر مطلق می شود و یکی تکبیر خاص می شود. بعد از آن که دهه ذوالحجه که داخل شد، از اولی دهه در آمدن تکبیر مطلق گفتن سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می باشد که همیشه باید الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. این تکبیر مطلق میگن. لکن بعد از روز عرفه بامداد که خواندیم، بعد فرض سلام دادن، این تکبیر خاص میگن که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد گفتن. این تکبیر خاص گفته می شود. لکن باید هر فرد مسلمان بداند که نه اینکه بعد از نماز فریضه ما تکبیر بگیم، در هر محلی که بیکار شدی باید این تکبیر گفته شود. برای این سبب خداوند جل و علا این روزهای ایام تشریق را برای ما و شما مبارک بگرداند و گذشته های ما و شما را پروردگار رحمت بکند. بعضی برادران سوال کردند که خب انا بابای ایشان درباره چند سوالی داریم، میخواهیم که از صحیح بخاری جواب گویید. یکم سوال همین است که طهارت را چی میشکند؟ التماس از روی احادیث صحیح بخاری برای ما جواب گویید. خب همدیاران عزیز، اگر کسی پرسد که صحیح بخاری چه جواب گفته است، من این صحیح بخاری است، خدا رحمتش کنه. صحیح بخاری از مردمی تاجیک خودمان است. باید مردمی زیبای تاجیکستان با عالماشون فخر کنند. صحیح بخاری مردم خودمان است و تمام دنیا به صحیح بخاری فخر میکنند. ولکن متاسفانه بعضی انسانایی هستند که در دلشان تعصب دارند و تقلید کورکورانه دارند. این صحیح بخاری که بعد از قرآن عظیم الشان صحیح ترین کتاب اجماع شده است قبول ندارند. لکن برای همه قبول میکنن نمیکنن، با فردا در روز قیامت در نزد الله ما حاضر میشویم و الله سبحانه و تعالی از ما و شما میپرسد. خب اگر کسی پرسد که صحیح بخاری درباره طهارت شکستن چی جواب داده است، جواب همین است که در کتاب وضو در صفحه 48، در کتاب وضو در صفحه 47 امام بخاری رحمت الله علیه در باب 35 میگوید که باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل و الدبر. امام بخاری رحمت الله علیه میگه که این باب در بین کسی که طهارت نمیشکند مگر از دو راه، اگر چیزی براید خواه از پیش خواست قفا چیزی که برآمد طهارت همین میشکند. و دلیل میارد از آیه سوره مائده آیت 6 دلیل میارد امام بخاری که الله سبحانه و تعالی میگه که او جاء احد منکم من الغائط. الله سبحانه و تعالی میگه طهارت شما در وقتی میشکند که از راه پیش یا که از راه قفا چیزی براید همین میشکند. ما آشکارا میگم که او کتابای بعضی کتابای فقه یک چیزای آورده است که فلان چی طهارت میشکند، فلان چی طهارت میشکند، اکثرش دلیل ندارند. امام بخاری رحمت الله علیه دو چیز میگه طهارت میشکند. خب عطا ابن رباح که یکی از علمان بزرگی یعنی ما و شما میباشد میگوید که امام بخاری میگوید که وقال عطا فيما يخرج من دبوره الدود او من ذكره نحم القمل يعيد الوضوء. خب عطا ابن رباح میگوید که انسانی که طهارت داشته باشد از قفاش کیر براید یا که از سر آلتش مانند قمله یگان چی براید طهارتش اثر میکند. یعنی هر چیزی که از روی پیش قفا براید طهارت میشکند. و قال جابر بن عبدالله، جابر بن عبدالله میگوید که اذا ضحك فی الصلاه اعاد الصلاه ولم يعد الوضوء. اگر کسی در حالت نماز خواندن خنده کند، خب چیکار میکند؟ نمازش اثر میخواند و طهارتش اثر نمیکند اگر کسی ضحک کند. و قال حسن
این اخذ من شعره و اظفاره او خلع خفیه فلا وضوء علیه. خب حسن بصری رحمت الله علیه میگه که کسی طهارت دارد، بعد طهارت داشتن موی سرش تراشید یا که ناخنش گرفتک یا که محسیوش کشیدک، طهارت ایسر نمیکنه، همون خیلی نماز بخواند جایز است. و قال ابو هریره رضی الله تعالی عنه لا وضوء الا من حدث. ابو هریره رضی الله تعالی میگه که طهارت نمیشکند در وقتی میشکند که حدث، یعنی حدث از خبث جدا کنیم. حدث چیزی که از پیش قفا میروید، میگه همین میشکند. و یذکر عن جابر ان النبي صلی الله علیه و سلم كان في غزوه ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه دم فركع وسجد ومضى في صلاته. پیغمبر علیه السلام در غزوه ذات الرقاع بود. ذات الرقاع در غزوه پیتاوه که در پاشون پیتاوه بودن. خب در بالای همون مس میکشیدن و یکی از صحابه ها را با غولک دشمنا زدن، از وجودش خون جاری میشد. خب چی کار کرد؟ نماز میخوان، سجده میکرد، در نمازش میگذشت، نمازش ایسر اعاده نکرد. و قال حسن بصری میگه که ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، همیشه اصحاب جناب رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم از بدنشون خون میرفتک، نماز میخوان. حتی خون آدم لباس به نماز نمیسازد. هر کسی میگوید که نعوذ بالله مرده نجاست میشه، دروغ میگه، مرده نجاست نمیشد، جنوب نجاست نمیشود. زیرا که حضرت ابی هریره رضی الله تعالی وقتی که میگه در راه میگذشتم، پیغمبر علیه السلام از پیشم برآمد، قدش سلام کردم. قاعده پیغمبر همین بود که تا انسان دستش نمیکشید، خب رسول اکرم دست نمیکشید. رفتیم قدی پیغمبر علیه السلام نشستیم در یک جا، ما آستا خستم رفتم خانه، آبوزی کردم، گشتم اومدم. پیغمبر علیه السلام مرا پرسید که یا اباهیرین، ای پدر پیشک کجا بودی؟ گفتم که کنتو جنوبن. خب فاغتسلتو، ما جنوب بودم، آبوزی کردم. پیغمبر علیه السلام در جواب گفت که ان المؤمن لا ینجس، مؤمن هرگز نجس نمی شود، هرگز نجس نمی شود. مؤمن هرگز چی نمی شود؟ نجس نمی شود، یعنی انسان نجاست نمی شود. یعنی جنوب هم باشد طعام خورده میتوند، میمانش غسل کرده میتوند، همچنین که مادرای ما اگر حیض بینن طعام پخته میتونن، لباس شسته میتونن، همه کار کرده میتونن. جنوب هم همین خلاص، فقط در وقت نماز باید غسل کنن، نماز قضا نکنن. خب حضرت طاووس میگوید که محمد ابن علی عطا و اهل حجاز میگن لیس فی دم وضو، میگن که در خون طهارت نمیشکند. خب حضرت عبدالله ابن عمر میگوید که اگر اهل خب لیس فی دم وضو، در خون طهارت نمیشکند، حتی خون لباس به نماز نمیکند. حتی در آخر حدیث میگه قال ابن عمر والحسن فيما يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه، کسی طهارت دارد حتی خون بگیرد همون جاکش تازه کند و نمازش بخواند، باکی ندارد. این صحیح بخاری جواب شما. دویم جواب سوالی که مردم کردن که بابایشان آیا انسان حق دارد که در بعضی وقتا راست پیشاب کند؟ خب صحیفه 55 خب حدیث 224 باب البول قائما و قاعدا، این باب در بیان پیشاب کردن هم راست درست است، هم نشسته درست است. خب طرز باید انسان پیشاب کند که چیلچه های پیشابش در بدن چی نکند، نرسد. برای این سبب چی میگه؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. پیغمبر علیه السلام در این حدیث چی بیان میکند؟ حذیفه صاحب سیر جناب رسول اکرم بود. حذیفه بن الیمان صاحب سیر پیغمبر علیه السلام میگه پیغمبر قدیم راه میرفته، آمد پیغمبر سباطه قوم را، جای اخلاط پرتوی مردم را، فبال قائما راست پیشاب کرد. قومای عزیز، بعضی انسان نماز نمیخواند که فرق بین کافر و نماز ایرا گناه نمیدونن، عرق گناه نمیدونن، زنا را گناه نمیدونن. یک مسلمان یکی در یک حالت چیکار کنه؟ راست پیشاب کنه، میگن ایدین برآمد. استغفر الله العظیم و توب الیه. پیغمبر علیه السلام سباطه قوم جای اخلاط پرتوی اومد، چیکار کرد؟ فبال قائما راست پیشاب کرد. بعد مرا گفت که آب طهارت بیار، آب طهارت آوردم، طهارت کرد. حدیثی 224.
خب صحیفه 55 صحیح بخاری. و یکی از سوال‌هایی که خب جوانای زیبای تاجیکستان بسیار سوال میکنن بابای ایشان طرز جنازه را خواندن چی طور است که ما یعنی طبق سنت پیغمبر علیه الصلاه و سلام یعنی بخونیم. یعنی برای همه مردم زیبای شریف تاجیکستان میگم که پیغمبر علیه الصلاه و سلام، اصحاب پیغمبر علیه الصلاه و سلام، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در نماز جنازه یگان بار سبحان کلام خواندگی نیستند. در نماز جنازه نه پیغمبر علیه السلام خب سبحان کلام خونده است، نه اصحاب جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز جنازه سبحان کلام خونده باشند. حتی بعضی فتواهای مذهبی خودمون با مثل فتوا قدیر و دیگر محققین چی میگن؟ در نماز جنازه باید چی خوانده شود؟ باید سوره فاتحه خوانده شود. من بابی خب وقتی که سوال کردید که از صحیح بخاری بابی جواب گو، صحیح بخاری صحیفه 246 باب قرائت الفاتحه الکتاب علی الجنازه، برای کورا ببینند که بعضی دروغگوهای کذابین که صحیح بخاری رو نخوندیان، صحیح بخاری رو استادان شوقتی دیدگی نیستن، میگن در بخاری یگان حدیثی نامد است که پیغمبر علیه السلام سوره فاتحه خونده باشد. ما برای شما میخوانم برای که شما صحیح بخاری را دوست نمیدارید، حدیث های صحیح بخاری شما قبول ندارید. برای چی؟ دلهای شما کسل داره، شما تعصب دارید. برای این سبب الحمدلله رب العالمین ما میخوانم و قال الحسن خب یقرأ علی الطفل بفاتحه الکتاب، حتی در طفل فاتحه کتاب خونده میشد. خب بعد او دعاش خونده میشد. خب حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندور حدثنا خب شعبه عن سعد عن طلحه قال صلیت خلف ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. حضرت طلحه میگه که جنازه را از قفای حضرت عبدالله ابن عباس خواندم. حضرت عبدالله ابن عباس فاتحه را بلند خواند، زمی سوره کرد. فاتحه را بلند خواندم و زمی سوره کرد. بعد نماز جنازه پرسیدم که حضرت این کار کردی؟ گفت که ما از قفای پیغمبر علیه السلام جنازه را هم خیلی میخواندیم. خب دوام حدیث. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. حضرت عبدالله ابن خب طلحة ابن عبدالله میگه که یکی از 10 یاری بیشتیان، میگه از قفای حضرت عبدالله ابن عباس، از قفای پسر عمه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز جنازه خوندیم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه چی را خوند؟ فقرأ بفاتحه الکتاب، فاتحه را خوند بعد تکبیر یکمش. قال عبدالله ابن عباس بعد جنازه چی گفت؟ لیعلموا، تا اینکه مردم بدانند انها سنتون، این سنتی ابوالقاسم سنت محمد علیه السلام است. از همه این ملاها خواهش میکنم که دروغ نگوین از پیش خودشان. بخاری باب داره باب قرائت الفاتحه الکتاب علی الجنازه، باب خواندن فاتحه بر بالای مرده. من حدیثاش خواندم مختصرا، صحیفاش هم گفتم. ایزا نکش، دروغ میگی بخاری دیدگی نیستی و میگی در بخاری یگان حدیث نیست. خواهش میکنم که دروغ نگید، از خدا بترسید، فقط در نزد الله جواب میگید. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله میگه هر سخنی میگی فقط ای سخنات میپرسم، سخنات جواب گفته نمیتونی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در آخر امیر گفتنی هستم که خداوندا ما و شما را پیرو قرآن و سنت بگردانه و دوستدار قرآن و سنت بگردانه، ما را بدبین قرآن و سنت نگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و